جشن صده از خوشنگ آمد بر ما، از شاه پرار و ننگ آمد بر ما. آنیست که آتش آورید از سنگ، آتش به هزار رنگ آمد بر ما. عید صده یکی از جشن‌های آریان و مردم فارسی زبان است که در آغاز شامگاه 10 بهمن ماه یعنی برابر به 30 ینور برگزار می شود. جشن صده از باستانی ترین و بسیار هم پرمعنی ترین جشن‌های مردم آریا تباری است و از بس که مردم تاجیک یکی از شاخه‌های مهمترین مردم آریایی را تشکیل می‌دهند، جشن صده جشن آنهاست. جشن صده در ردیف جشن نوروز و مهرگان جشنی است که نیاکان ما، بزرگان ما، اولادان ما از باستان تا امروز عید می‌کردند و عید می‌کنند، جشن می‌گیرند. و وقتی که کتاب‌های تاریخی رو می‌خوانید، با ویژه شاهنامه فردوسی رو درک می‌کنید که صده یکی از پرشکوه‌ترین جشن‌های سال بوده است. یعنی جشنی است که مردم همه جمع می‌آیند. یعنی در این جشن باید گفتی که آفتاب از دامن زمستان عبور می‌کند و مردم همه یک جا جمع می‌شوند، خوان می‌آرایند، خونیاگران، مطربان سرود می‌خوانند، آتش می‌افروزند. در بعضی سرچشمه آمده که تاریخ زیاده از 30,000 ساله دارد، در بعضی سرچشمه آمده که تاریخ زیاده از 5,000 ساله دارد. یعنی از همین برمی آید که جشن صده یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریا تبار است. تاریخ نشانه‌های پیدایش جشن صده که مربوط به خورشید و تمثال آتش می باشد خیلی قدیمی بوده، به زمانی پیش از آریایی و حتی از آن هم دورتر می رسد. دایر به عرض هستی نمودن آن اولین اخبار در فرهنگ گفتار شفاهی اسطوره‌های منخوص اشاره رفته و توسط این دو سرچشمه به آثار خطی راه یافته است. حکیم فردوسی آغاز این جشن را به هوشنگ پسر سیامک نسبت می دهد. در شاهنامه فردوسی در این خصوص خیلی خوب ذکر شده است که اصلا آفرنده این جشن، آفرنده آتش، پسر چهارم حضرت آدم هوشنگ پیشدادی است. در شاهنامه آمده است که این جشن را هوشنگ اساس گذاشته است و هوشنگ پسر سیامک بود و 40 سال پادشاهی کرد. وقتی که هوشنگ به پادشاهی رسید، خب روزی به شکار رفت و در شکار مار را دید و سنگ را گرفت و به سوی مار پرتاب کرد، اما سنگ به مار نمی رسد و به سنگ دیگر بر می خوردد. مار می گریزد، از همین سنگ زده این به سنگ دیگر آتش پیدا می شود. نشد مار کشته ولیکن زراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. و آتش پیدا می شود و این آتش خس و خاشاک اطراف را می سوزاند. همینطور پیدایش آتش و فعالیت شاه هوشنگ وابسته است و مار می گریزد. و همون روز پیدایش آتش بود و آن را همچون جشن صده تجلیل می کردگی شدند، زیرا آتش این مهمترین چیز است برای زندگی انسان. زندگی انسان را و انسان را انسان کرده است آتش. بعد از آتش را که به دست آورد انسان، ترقیات او در روی جهان با یک سرعت بیمانند پیش رفت و تا امروز هم همین گونه است. محض جشن صده برای احترام گذاشتن به خورشید و آتش و روشنایی اساس گذاشت. اگر خورشید با نور گرمی خود و فروزانی خیش به زندگی آدمان گرمی وارد کرده باشد، پس آتش و روشنایی برای منور ساختن قلب‌ها و در ادامه زندگیشان اساس گذاشته است.
اصلا درباره پیدایش جشن صده روایت‌های بسیاری هست. معنیدادهای دیگر این صده هست که به نام فریدون عاید می شود و روایتی هست، روایت اساطیری است که وقتی فریدون بر ضحاک غالب می آید، آشپز ضحاک ارمائیل را خب دیگر جزا داده نمی شوند که او می گوید من بیگناه هستم و مردم بسیاری را از مرگ نجات دادم و قربان ضحاک نکردم و می گوید من این مردم را در دماوند پنهان کردم. فریدون لشکر خود را با لشکر خود می بیاید دماوند تا ببیند که واقعا ارمائیل درست می گوید یا که فریب می کند. وقتی که می آیند واقعا مردم بسیار در دماوند بودند که از خب کشته شدن برای نفس ضحاک رهایی یافته بودند و بعد از آن وقتی برگشت تاریک می شود، شب لشکر فریدون راه گم می کند و در اینجا آتش را استفاده می کنند اولین بار و راهشان را روشن می کنند و از اون وقت نیز آتش مقدس برای مردم آریایی حسابیده می شود و فریدون به ارمائیل خب هدیه بسیار می کند و او را مه و مغان تعیین می کند. و درباره پیدایش جشن صده معلومات دیگری که در سرچشمه ها است، این میگویند که وقتی که کیومرث فرزندان کیومرث به صد میرسند به مناسبت زاده شدن فرزند صدوم کیومرث که در اسلام او را حضرت آدم می نامیدند، جشن برگزار می نمایند. صده در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن را دارا بوده است. در زبانهای ایرانی باستان به گونه صدک و در فارسی میانه به گونه صدک بوده است. خود حرف صده یعنی واژه صده از زبان پهلوی می آید که در آن خب صدک تلفظ می شد و همین معنی شماره صد را افاده می کرد. وقتی که صده می گوییم، صده یعنی چی؟ صده در کلمه صد در کتاب اوستای ما معنی صد اونجا نوشته شده، صد و در شمار صد امروز است. یعنی باز همون چطوری که گفتم تا آمدن نوروز 100 روز مانده است. برای چه این جشن صده نامیده شده است؟ برای آن که از روز این جشن تا درویدن کشت گندم و مخصوصا جو 100 روز میگذشت، 100 شبانه روز میگذشت و این یکی از تعبیرهای این جشن است. خودی همون جشن صده که در ماه ینور است، در آخر ماه ینور است، یک نوع یعنی همون نسبت دادن به همون 40 روز، یعنی همون چله هم نسبت دادن در بعضی همون سرچشمه آوردگی که مثال بعد همون برآمدن همون چله کلان جشن صده برگزار می‌گردد. بر کوچه دی جشن صده باز رسید، با آتش لاله رنگ و اعجاز رسید. آتش چو بود روشنی و گرمی دین، بر تیرگی جهان سرافراز رسید. در اشارت تاریخ این جشن همیشه به شکل دست جمعی و با گردی همایی همه مردمان شهر، محل و روستا در یک جایگی و با برپایی یک آتش بزرگ برگزار می شده است. وقتی جشن صده فرا رسید، در یک وقت هم در بلندی ها هم در جایهایی که هیزم ماندن در اونجا برای افروختن آتش تیار می دیدن، پرنده ها را آتش داده هوا سرد می دادن. یک چیزی که می گویند عالم را یک خرسندی، یک خوشنودی مثل این موشک پرانه های حاضره، این آسمان در شب تاریک روشن می گردید. ملک شاه سلجوقی در بغداد بود و در فصل صده بود. از این رو
اونقدر آتش بلند، اونقدر آتش فروزان افروخت که تمام مردم بغداد برآمدند که این چه روشنایی است. یعنی هم ملک شاه سلجوقی، هم مسعود غزنوی هم چون در راه بود، در راه بلخ بود و یک آتش افروخت که 10 کیلومتر 10 فرسخ به گفت خودمون آتش نمایان بود. و یعنی جشن صده را مثل جشن نوروز از نیاکان ما ارج میگذاشتن. روزه که گفته است که این جشن شاهان، جشن بزرگان است، برای همین ما این جشن را باید بسیار با تنتنه تجلیل نماییم. و پس از قبول اسلام میخواهند عرب ها که همین جشن بسیار عنعنه های قدیمه مردمان ما که پیش از اسلامی هستند وابسته به تقویم ها، یعنی گاه شماری ها وابسته هستند. از آن جمله جشن نوروز، جشن صده، جشن مهرگان. عبدالریحان بیرونی میگوید که این جشن فریدون است. یک دیگرش در یک تاریخ شناس دیگر می نویسد که این جشن کیومرث آورده است. ولی من فکر میکنم که بهترش و عمیق‌ترش، دقیق‌ترش همون شاهنامه حکیم طوسی، حکیم فردوسی است که از هوشنگ یاد می آورد و یعنی که هوشنگ را آفرنده آتش می خواند. از شب تولید خورشید پس از 40 روز برای گرم و سوزان شدن آفتاب، نیاکان ما جشن صده را گرامی می داشتند. و در یکی از بیت‌هایش عنصری میگوید که صده جشن ملوک نامدار است، ز افریدون و از جم یادگار است. و واقعا همچنانی که صحبت کردیم، با پدید آمدن آتش انسانیت به سوی تکامل، به سوی فرهنگ، مدنیت، پیشرفت قدم نهاد. و در زمان هوشنگ خب انسان همچنانی که گفتم آتش را دریافت کرد. خب بعد از آن کشاورزی آموخت، پوشاک پوشید، خب جویباران گشاد، کشتزار به وجود آورد. یعنی که راه به سوی پیشرفت بشریت پیدا شد. بنابراین همه این چیزها با جشن صده ارتباط دارد. در جشن صده مراسم افروختن آتش و پریدن از بالای آن رواج دانسته است. همین طور 40 روزگی خورشید را در روز 10 بهمن یعنی برابر به 30 ینوری هر سال چون صده جشن می گرفتند و پس از 50 روز یعنی 21 مارس به طور گسترده جشن می گیرند که آن روز نوروز است. در بسیار جایها آتش را خاموش نمی کردند. در همون گذرگاه ها در همیشه آتش افروخته می شد و به همین مناسبت یک جشن صده را تجلیل می نمودند. تعبیر دیگرش این است که از روز این جشن که به 10 بهمن ماه راست می آید و از روی تقویم ما به 31 ینور راست می آید تا نوروز 50 شبانه روز هست و از نوروز به آن طرف 50 شبانه روز دیگر که در آن وقت درویدن گندم و مخصوصا جو فرا می رسد. بنابر همین این جشن یعنی ارتباط با کشاورزی دارد. این یکی از خب معنی داد این جشن است. در جشن صده یعنی خود آتش میکنند و گرد آتش آدما جمع میشن، سرود میخونند، آرزو نیتی که در سال یعنی جامعه عمل نپوشید اینا باید میکنن که همون چیزای کار و کدورت و همون چیزی که نسبت همدیگر یا نسبت یگان کس باید میکردن، روزی که همون آتشی که در همون جشن صده گرد آتش جمع میشن بعد همون چیزایی که مثال همون آرزو هم نیتی که جامعه عمل نپوشیدن اینا آرزو میکنن که به سال دیگر یعنی به آمدن این یعنی همون جنبست است. آغازش ماه نوروز است در همین جشنهای موسمی یا جشنهای مردمی، یعنی آغازش از ماه نوروز است.
بعد ماه بای میبیاد در تیرما مرگان، بعد شب یلدا در ماه ینور، یعنی همون چیزی که با آخرسی سال این جشن صده است. چیزی که میگویند از صده بوی نوروز می آید و صده برای ما را هشدار میدهد که آماده باشید که نوروز در انتظار شماست. نوروز می آید، یعنی بعد 50 روز صده حتما که به وطن ما، به دیار سبزخیز ما باز نوروز می آید. بنویشت حکایت هوشنگ فردوسی از آتش لعل و لاله رنگ فردوسی. آره بنویش که بعد 100 روز صده آید بهار شوخشنگ فردوسی. جشن صده را گذشتگان تاجیک به آن خاطر تجلیل می‌کردند که از زمستان 100 روز گذشته است و سردی‌ها پشت سر شدند. هدف از نیایش‌های مردمان قدیم رسیدن به نوروز و آمدن سال خوب برای کشت و کار بود که در دوره ابتدایی مقام و جایگاه خاص داشت. جشن صده بسیار خصوصیت‌های عجیبی دارد و بیشتر به تقویم، یعنی به گاه‌شماری‌ها مربوط است. برای دهقان دانستن وقت، دانستن ایام مثلا کشت و کار بسیار ضرور است. همین با توسط منامخیل جشن صده مردمان ما مثلا کارهای کشاورزی خود را پیش میبرند. رمز دویمش همین است که یعنی با کشت و کار بهاری، دهقان با کشت و کار بهاری آمادگی میبیند. از همین حساب همین یک رمز دیگر یعنی فال نیک، با چیز رسیدن، با همون بهار، با همون چیزایی که مثال ما میگیم که 40 روز پیش از شب یلدا، یعنی همون 40 روز پیش بعد همون شب یلدا همین جشن صده میبیاد، یعنی همون صده 40 روز میمونه. 50 روز دیگر یعنی از خود همین جشن صده، یعنی همون ماه ینور، از همون 30 ینور تا ماه نوروز، یعنی 50 شب روز دیگر میماند. جشن صده را اگر با یک کلمه بیان کنیم جشن آتش نام دارد. پیشگذشتگان ما در این روز جشن آراسته تمام شب گلخن می افروختند و در گرد آن رقص و سرودخوانی می کردند. رمز اساسی همین جشن صده این روشنایی است، یعنی از تاریکی به روشنایی آمدن است. بنابر همین هم مردم آریایی و مردم تاجیک در گذشته در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همیشه صده را جشن می گرفتند و گرامی می داشتند. گرد آتش تا روشنی، تا صبح آدم ها گرد همون باید دور میزنند و گپ میزنند، قصه میخوانند و سرود میخوانند که تا روشن شد. یک نوع یعنی همون روشنی، روشنایی است. جشن‌ها را به فصل‌های سال تقسیم کردند. همون بهار و تابستان به نوروز نسبت داده شد و تیرما یعنی همون حاصلخوانداری به جشن مرگان و زمستانی که خنکی و سردی و یعنی همون چیزایی که در خود شاهنامه فردوسی همون چیزای اهرمنی به نسبت میدهند، یعنی این در جشن صده و اینم تا همین نوی که تا من همون 30 ینور یعنی همین چیزا هم برطرف میشن، یعنی از هم بین میرن که همون یعنی یک نوع همون خنکی، همون کلان و همون چله کلان هم تا همین 30 ینور حالا تمام میشد و مردم به همون رمز همون گرمی و همون کشت و کار بهاری یعنی آغاز میکنند به همین چیز. آتش این رمزی چطوری که گفتم رو سرخی ماست، رمز بودنی ماست، رمز بودنی این وطن است. آتش گرمی است، آتش دل ما را گرم میکند، خانه ما را گرم میکند، زندگی ما را گرم میکند. امروز هم بسیار باعث خوشبختی است که تاجیکستان به استقلال رسیده است و با ابتکار پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، این جشن دولتی اعلان شده است و در سراسر تاجیکستان عزیز ما تجلیل کرده می شود. من 100% امید دارم که همه دوستان مردم تاجیک در روی زمین، همه این مردم آریایی تبار که شاخه‌های گوناگونشان در کشورهای همجوار ما زندگی می کنند، این جشن را
با شکوه و شهامت خاصه که در هزار سالهای تاریخ داشت تجلیل خواهند کرد. ای صدر، ای جشن اصل آریایی، تاجیکیم و آریایی جشن مایی. با کیو مرس و هوشنگ و با فریدون، آتش افروزیم تا ایوان گردون. شعله هرمزد خیزد ز آتش ما، آذر افروز است قلب بیغش ما. ای صدر، ای جشن اصلی آریایی، تاجیکیم و آریایی جشن مایی. فریزدانی شکوهی پهلوانی، مایه تاجیک شد در زندگانی. می رود 50 روز و شب ز سرما، می رسد نوروزی گلها به گرما. ای صدر، ای جشن اصلی آریایی، تاجیکیم و آریایی جشن مایی. جشن سده به آیین مهرگرایی درست می آید که از آیین زردشتی 3000 تا 5000 سال پیش وجود داشته است. ارج گذاشتن به سنت و آیین، عنعنه و رسوم نیاگان برای ملت صاحب فرهنگ چون ملت تاجیک بسا رمزی است. زیرا در قطار جشن نوروز و جشن مهرگان، سده نیز آیین کهن و تاریخی گذشتگان تاجیک است. احیای چنین جشن و مراسم‌های کهن نیاگان صاحب فرهنگ تاجیک می‌تواند برای نسل‌های امروز و بعد صاحب تمدن بودن اجدادان ما را عیان سازد.